ما 3 نفر آموزگاران از مؤسسه نورافشانی شهری پلاس برای تبادل گرفتن به سناتوری دکتر طاهری آمدیم. باری اول وقتی که به سناتوری آمدیم ما رو دکتر طاهری با فرماندانشان پیشواز گرفتن و خیر مقدم گفتن. وقتی که ما به اینجا آمدیم ما رو به حیرت آورد. طبیعت اینجا بسیار زیبا، از هر سه خوانش بلبلان پرندگان به گوش می‌رسید. شرشری آبی جوی باران منظری زیبا ما رو مفتون کرد. من تا این دم به بسیار سناتوری ها تابتگاه ها رفته تابت کرده بودم اما روز تابت نگرفتم. وقتی کمتر اگر راه می رفتم مونده می شدم پای هم درد می کرد. وقتی که به تابت سر کردم دکتر طاهری من در روز دویم الکی فهمیدم که مونده نمی شدم، پای هم درد نمی کند. حتی امروز ها من هر روز 5-6 کیلومتر پیراههای کوهی راه ها رو طی می کنم. من در اینجا 9 ساعت گرفتم. بسیار خرسندم. تفاوت دکتر طاهری برنامه‌ای است. من این گونه تفاوت غیر عادی را در یگان سناتوری ندیدم. مثلا ساونی آلمانی من در یگان سناتوری ها ندیدم. این را غیر از این دکتر ما را با سخنشان با مهربانی هایشان تبابت میکردند و ما سالم بودن را آموختند. حیات سالم را به ما یاد دادند. چطور ما خوشبخت میشیم، ما چطور از بیماری خودمان را دور میکنیم به ما اون را آموزاندند. من بسیار میندارم از دکتر. من فخر میکنم که دکتر طاهری تاجیک و تاجیکستانی است. صدها سالها میگذرند. خلق تاجیک طبیع حاضر خود را با طبیع حاضر خود فخر میکند. بگذار دکتر طاهری صدها سال عمر بینند و پاسبان سلامتی ملت تاجیک و دیگر خلقیت ها باشند. سلامت باشند. در آخر گفتنیم بخواهم هرچی باشه، هرچی خواهی با تو باشه، کلاه و تخت شاهی با تو باشه. بخواهم در عالم همچون یوسف، مثل یوسف پیغمبر، فقط لطف الهی با تو باشه. باقی سلامت باشی.